تنها ماشین ایرانی که حتی به بنز و بی ام و هم چشقره میره. لات اصلی خیابونای ایران ستون شماره 1 ماشین بازی آقام 405 که بعد از گذشت 30 سال هنوز کسی جرئت نکرده جلوش وایسه. یه 1070 سرحال و تیز که اگه یه موتور تیون شده تیو 5 روش بندازی 0 تا 100ش میاد زیر 8.5 ثانیه و 207 دنهای لوازمی فقط دودشو میبینن. گرفتنش ناممکنه چون تا 230 تا سرعت میره، البته تا وقتی که محسن لرستانی پلی نباشه. اون موقع جت جنگی هم بیفایده است چون راننده دیگه تو این دنیاها نیست. 405 تو خود فرانسه هم رکورد فروش شکست و یه نسخه مسابقه‌ای به اسم 405 تی 16 ازش ساختن که خودشون هم کف و خون بالا آوردن. یه اسب وحشی با 660 اسب بخار قدرت که 20 تا اسب بیشتر از پورشه 911 قدرت داشت. سواری نرم و رخ با ابهت جنگیش یار جنگی من کاری کرده که هنوزم همه ماشین بازا بهش میگن سلطان. اینقدرم وفاداره که بعد از 30 سال آزگار یه سری قطعاتش نو تو بازار هستن و خیلی از مکانیکا هنوز قلقشو بلد نیستن، ولی سلطان هنوز صاف و محکم تو جاده ها میتازونه. خلاصه که لات خیابونا فقط یه اسم داره، پژو 405. اگه عشقشو داری لایک و بتر کن و بفرست برای رفیقای ماشین بازت.